که دیده عاشقان شهری که شهر نیک بختان است، که عاشق کم رسد آنجا و معشوق فراوان است. مولانا درباره خودش گفت که ما چو افسانه دل بی سر و بی پایانیم، تا مقیم دل عشاق چو افسانه شویم. این مقیم دل عاشقان در شهری زیست و در شهری به خاک سپرده شد که قونیه نام داره. قونیه به یک معنا ولایت معناست. سفری فتاد جان را به ولایت معانی، که سپهر و ماه گوید که چنین سفر ندارم. قونیه سرشار از یاد و یادگارهای مولاناست. شهری است که مولانا در اونجا زیسته و بارگاه و آرامگاه اون در این شهر واقع شده. سفر به قونیه فرصتی هست برای تجربه‌ای متفاوت و شناختی عمیق‌تر از مولانا، از این مقیم دل عاشقان. در ماه مهر که با روز بزرگداشت مولانا همراهه و تولد تقویمی مولانا در این ماه رخ داده، بنابر این هست که سفری داشته باشیم به این شهر عزیز و بکوشیم در فضا و فرصتی که فراهم میشه با مولانا عمیق‌تر و بیشتر آشنا بشیم. به همین منظور با شماری از دوستداران مولانا و پژوهشگران این حوزه نشست‌هایی خواهیم داشت. در این نشست‌ها به جنبه‌هایی از زندگی مولانا و شمس، ماجرای شمس و مولانا و سویه‌هایی از آموزه‌های مولانا و شمس می‌پردازیم. درباره سرور جان مولانا و آنچه که میشه از او آموخت برای روشن کردن صلح در جهان، درباره سویه‌های مختلفی از عوالم و آموزه‌ها و معانی که در کلام مولانا هست با همدیگر گفتگو خواهیم داشت. امیدوارم که این سفر فراهم بشه و این سفر فرصتی باشه برای دوستداران مولانا، برای کسانی که شوق و عشقی به این مسیر دارن. سفر کردم به هر شهری دویدم، چو شهر عشق من شهری ندیدم.